سلام بچه، چطورین؟ خوش اومد به این ویدیو. من ساعت 4:03 است. من منتظر بودم که بقیه هم حاضر شن. قشنگ اینجا حاضر شده بودم دیگه، منتظر بودم بقیه هم حاضر شن چون ساعت 4:03 است و دیگه خلاصه منتظر بودم و الان میخوام وسایلامو بردارم. یه دونه این رژ لب است که میخوام بردارم، بعدش اومدم این چیزامو بپوشم، همین اکسسوری به قول معروف. و خیلی خارجی هم ایرپادم هم اینجا 100% شده بود، اونم برمیدارم. بعد از این طرف شارژرم هم برمیدارم. البته اول میخوام یکم گوشیمو بزنم شارژ. خب اینجا میخوام الان شال بپوشم، بعدش هم که کلاه هم موقعی که رسیدیم جنگلینا میپوشم دیگه. خب لایک و کامنت و سابسکرایبتون نرم. دارم از این ویدیو خوشتون بیاد. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. یعنی بریم سراغ ویدیو. اینجا هم دیگه راه افتادیم بریم سمت شمال. دقیقاً تا اونجا 13 ساعت راهه و خیلی راه خلوت بود. تا اینجا خیلی ذوق زده شدم. یکم اومدم اینجوری خوراکی مراکی خوردم چون صبحونه نخورده بودیم. رسیدیم جنگل صبحونه میخوریم. اینجا هم یکم استراحت کردم، خیلی خسته بودم. اومدیم رفتیم دستشویی و من باز هم خستم. نشستم مامان بزرگ کوچولو هم یکم از این بیسکویت ها خوردم. ببینیم بیسکویت ها رو انقدر زیاد مامان بزرگم آورده بود که تا آخر مسافرت فقط داشتم از همین میخوردم. خلاصه اینجا یکم سرحال شدم. احتمالا کم کم هم برسیم به جنگل های آره جنگل های گوگولی. در واقع منظورم جنگل گلستانه. آقا یه جا خونده بودم گفته بود که بعد اینکه مثلا از تونل که تاریک میای بیرون یه دفعه نور به چشت میخوره، کوری موقت میاره. واسه همین حالا من نمیدونم واقعا درسته یا نه، ولی مراقب باشی. خلاصه رسیدیم جنگل و میخوایم بریم صبحونه بخوریم دیگه. الان از مناظر لذت ببرین تا موقعی که برسیم. آقا یه جا رفتیم، اینجا خیلی خلوت بود، بعد خیلی خوب بود دیگه جاش. الان از همه جاش واسهتون فیلم گرفتم، بریم ببینیم.
جامونو پهن کردیم، یعنی منظور حسیر مسیر و اینا. بعد سفره هم گذاشتیم که صبحونه بخوریم با ویلیام افتن. اینو هر دفعه این ویلیه رو میدیدم یاد ویلیام افتن میافتادم. خب دیگه اینجا هم راه افتادیم پیش به سوی اکبر جوجه گرگان. اصلا ببین طلا. خلاصه دیگه پیش به سوی از هزاران گل خرزره عبور کردیم، اینا گل خرزره، تا بالاخره برسیم به اکبر جوجه. خوبه بود. بابام رفت داخل پارکینگش پارک کرد. بعدش ما اومدیم رفتیم داخل، یه میز 6 نفره انتخاب کردیم و همونجا نشستیم. بعد دیگه بابا اومد سفارش دادیم 3 تا چلو جوجه، 2 تا برنج، بعد بکنم موسیرم سفارش دادیم با رب انار و 4 تا نوشابه و سرجم شد انقدر پولش. بالاخره دیگه این ریز خورده ها رو آوردن و بعدش غذای خوبمون رو آوردن. اصلا این خیلی گشتم اون لحظه، اصلا این خیلی خوشمزه بود. بالاخره در اومدیم و رفتیم. بعد از کلی راه که گلومم میسوخت چون مریض شده بودم دیگه، بستنی گرفتیم خوردیم، منم خوردم مثل اسکولا و آره رسیدیم. پیشول کوشولو، 2 تا پیشول کوشولو. نه بابا اینا دوستن. سلام پیشول. خانه مردم رفتیم. از کجا معلوم؟ سومی نداره. خب بالاخره رسیدیم به اون خونه‌ای که داده بودن بهمون و خلاصه گفتم که تو ویدیوی بعدی واسه اون کلا خونه رو میذارم
یعنی داخل خونه که کوچیک بودا، ولی خب بالاخره خیلی ویوشو دوست داشتم. کلا به خونه کار نداشتم، من به ویو کار داشتم. خلاص لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو بعدی. آها راستی با این صحنه ازتون خداحافظی کردم. بای بای.